تاخت و تاز سوارکاران بلوچ در دل دشت‌های شهرستان چخانسور. اسب در رزم و بزم رفیق راه مردان بلوچ بوده. اقلیت 2% در افغانستان که گرد محرومیت بر چهره‌هایشان نشسته و با امکانات اندک به شیوه سنتی زندگی می‌کنند. نفوس بلوچ‌ها در کل کشور حدود 500,000 نفر تخمین زده می‌شود که بیشترشان در ولایت‌های نیمروز و قندهار بود و باش می‌کنند. بلوچان افغانستان فرهنگ پربار و غنامند دارند که تا حد زیاد ناشناخته باقی مانده. همون قسمه که سبک موسیقی و نوع پوشش مردم متفاوت است، سایر رسم و رواج‌هایشان هم به گونه کامل با رسم و رواج‌های مردم دیگر افغانستان تفاوت دارد. اما بزم‌ها و سبک زندگی اینچنینی را تنها در روستاها و مناطق دوردست در میان قوم بلوچ می‌شوید. مردمانی که در شهر زندگی می‌کنند زیر تأثیر زندگی شهری قرار گرفتند و تا اندازه زیاد از فرهنگ اصیل بلوچی فاصله گرفتند. متأسفانه ما در یک منطقه جغرافیایی جبراً محصور شدیم از جانب ابرقدرت‌های وقت که امروزه ما به یک اقلیت تبدیل شدیم و این رنجی است که ملت بلوچ به صورت عموم در هر گوشه از دنیا زندگی میکنه، خاصا در کشور پاکستان و کشور همسایه ما ایران و افغانستانی درد مشترک دارند. نقش زنان در گردش چرخهای زندگی پررنگ است، از خانواده گرفته تا جامعه و سیاست. از 2 نماینده بلوچ ها در پارلمان افغانستان یکی هم زن است. زنان بلوچ خیلی گرفتار بند سنت نیستند. زنان بلوچ نسبت به اقوام دیگه آزادی‌های بیشتری دارند. کسی مانع آموزش و کارشون نمیشه. در کل خشونت‌های مانند ازدواج اجباری و بد دادن دختران در میان قوم بلوچ کمه. کشاورزی و مالداری پیشه اصلی مردم بلوچ در نیمروز بوده است. اما خشکسالی 10 سال اخیر یک نانشان را نیم نان کرده و سبب مهاجرت شمار زیاد از آنان به ویژه به ایران و پاکستان شده. برغم مشکلات فراوان، جشن و شادی در برخی مواقع سال برپاست. غذاهای بومی بلوچ‌ها آینه ای از شرایط فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی آنهاست. غذاهایی که کم کم در سطح ملی رایج می شوند. سبک معماری و نمای بیرونی خانه های مردم بلوچ در نیمروز ساده و گنبدی است. دمای هوا در این ولایت بلند است و این خانه ها در تابستان سرد و در زمستان گرم می ماند. اما بلوچ ها با هنر انگشتانشان به زندگی و این خانه ها رنگ و رو می دهند. ما دیگه کالا می‌دوزیم، کالا کفتان می‌دوزیم، پشای بالشت می‌دوزیم، دیگه یک چیه می‌دوزیم تو شکار پشت می‌کنه. دیگه زیاد از اینا استفاده میشه هر چیزی. در تار و پود زندگی بلوچ ها در نیمروز نقش و نگار دست زنان را می توان دید. نقش‌هایی که رنگینی فرهنگ و وضعیت خوب اقتصادی بلوچ ها را در گذشته نچندان دور نشان می دهد. اما امروز که ورق برگشته، کیسه هایشان خالی تر شده و نگرانیشان بیشتر. نگرانی از قرار گرفتن زبان و فرهنگ در سایه فراموشی. ارشاد هنریار، BBC نیمروز.